رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با صدور یک فرمان آغاز موسم نوی دعوت به حربی را تصدیق کرد. در فرمان رئیس جمهور از روز 6 مارس آمده است که در ماه اپریل و می آنهایی که 2 سال خدمت را در صف ارتش ادا کردند جواب دادند و در این مدت جوانان از 18 ساله بالا را به صف ارتش جلب کنند. در فرمان آمده است رئیسان شهر و ناحیه‌ها با درک مسئولیت یکجا با کمیساریات‌های حربی برای عملی نمودن مقررات ماده 23 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی براهمانند. در تاجیکستان آغاز موسم دعوت به صف ارتش را آغاز به اصطلاح ابله مینامند، چون تاکنون بازداشت جوانان در کوچه و خیابان و بردن آنها به ارتش مشاهده می شود. حامیان حقوق می گویند به سبب زیاد بودن بدرفتاری با سربازان جوانان تاجیک نمی خواهند در صف نیروهای مسلح کشور خدمت کنند. تا آخر ماه مارس امسال قسمی از فرزندان جنگجویان تاجیک را از عراق به دوشنبه برمیگرداند. بیش از 40 زن تاجیک همراه با 92 فرزند خود در زندانهای بغداد قرار دارند. سفارت تاجیکستان در کویت و عراق برای برگرداندن 75 کودک اجازه مادر آنها را گرفتند. به 17 کودک دیگر که اکثرا شیرخوارند اجازه بازگشت ندادند. اکثری زنهایی که در بغداد قرار دارند از 20 سال تا حکم ابد زندانی شدند. مقامات میگویند احتمال حکومت عراق در آینده آنها را عفو کند و شرایط بازگشتشان به کشور را فراهم سازد. اما حالا کودکان آنها نیز با شرط پرداخت جریمه حق خارج شدن از عراق را دارند. دولت تاجیکستان برای هر کودک حدود $500 آمریکایی به عراق جریمه می‌دهد که این برای عبور غیرقانونی سرحد پیش بینی شده است. والدان آنها با همزیستی با جنگجویان داعش و عبور غیرقانونی مرز عراق گناهکار اعتراف شدند. همزیستی با جنگجویان داعش در عراق جرم سنگین محسوب می شود. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق آخر هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود سندها را برای بازگرداندن کودکان نهایی کرده است. نزدیک به 2000 شهروند تاجیکستان از سالهای 2014-2015 به سوریه و عراق رفته به صف گروهی تندروی دولت اسلامی پیوستند. داعش آخر سال 2017 در عراق شکست خورد و حالا آخران پایگاه خود در سوریه را نیز از دست می‌دهد. در سوریه بر اساس آخرین حساب‌ها شماره زنان و کودکان تاجیک که از دست داعش آزاد شدند به 100 نفر میرسد. و بیننده ارجمند رو میاریم به خبر دیگر. در دوشنبه سگ رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را بودند. با تخمین زایروف و هم حزبانش حادثه شب 9 به 10 مارس ساعت‌های تخمیناً 22 شب رخ داده است. با ادعای او افراد نامعلوم وارد منزلش شده سگ او را با نام جاذبه دزدیدند. این همان سگ بود که ماه نوامبر سال 2017 هنگام حمله به زایروف در نزد کوپروک محله 104 رهبر حزب سوسیال دموکرات را از حملگران نجات داده بود. جستجوی سگ زایروف ادامه دارد ولی تا حال نتیجه نداده است. رحمت الله زایروف ماه نوامبر سال 2017 یادآور می‌شویم مورد حمله قرار گرفته بود. مقامات ملیسا بعد یک ماه تفتیش پرونده حمله به رهبر حزب سوسیال دموکرات را به دلیل معین نشدن شخصیت حملگران متوقف کرد. پرورش سگ‌ها در برابر باغداری از جمله 2 شغل دوست داشته یعنی هابی رحمت الله زایروف می باشد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در روز 8 مارس که در کشور به حیث روز مادر و در جهان همچون روز بین‌المللی زن تجلیل می شود یک زن 32 ساله را از خودکشی نجات دادند. کمیته با نشر یک بیانیه در روز 9 مارس گفت که ماموران نجات در ولایت سوخت امکان ندادند که یک زن ساکن ناحیه باباجان غفوروف خود را به رودخانه سیر انداخته غرق کند. معلوم نیست چرا این زن خواسته است قصد جان خود کند، ولی به گفته مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده سبب‌های این کار زن را مقامات ملیسا تحقیق می‌کنند. در تاجیکستان اساساً مناقشه‌های عائلوی، فقر و کمبزاعتی سبب خودکشی می‌شود و سالانه نه کمتر از 100 نفر قصد جانی خود می‌کنند.
بیننده ارجمند، نویدی بامدادی رادیوی آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. اگر شما خبر و یا ویدیویی دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما میرسانیم. تلفن های ما برای تماس +420 724 053 959 +420 724 056 681 است. طریق ایما، واتساپ و یا وایبر و تلگرام با هر واسطه‌ای که خواستید به ما نویسید، ویدیو فرستید. بیننده ارجمند، چند لحظه پیش ما از شما چندین نوار کوتاهی ویدیویی دریافت کردیم که در بازار لوبلینوی شهر مسکو ثبت شده است و در آن دیده می شود یک رید و یا تفتیش عمومی مهاجران کره تاجیک از سوی خادمان پلیس روسیه شروع شده است. منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان گزارش مفصل خواهیم داد. و حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. دادگاه در شویتسیا دوید ایدریسون و یا فرهاد تاش محمدوف را که شهروند ازبکستان است برای آمادگی به حمله تروریستی در این کشور 7 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند حمله باید از نام گروه تندروی دولت اسلامی انجام می‌شد و آنها آن را پیشگیری کردند. رسانه‌های شویتسیا روز 9 مارس با تکیه به مقامات گفتند از دوید ایدریسون مواد کیمیایی گرفته شده است که میتوانست در تهیه بمب استفاده شود. او بعدی ادای دوره جزا عمر بعد از شویتسیا اخراج خواهد شد. فرهاد تاش محمدوف سال 2008 بعد کوچیدن به شویتسیا نامش را به دوید ایدریسون تغییر داد. او در این کشور پناهنده بود. محاکمه 5 ازبکستانی و یک شهروند قرقیزستان نیز ماه ینور امسال در استکهلم آغاز یافت. این افراد برای آمادگی به حمله تروریستی در شویتسیا و سرمایه‌گذاری گروه دهشت افکنی دولت اسلامی متهمند. در اظهارات دادستانی شویتسیا گفته شده است 3 نفر از متهمان مواد کیمیایی و تجهیزات دیگر را دسترس کرده بودند تا آدمان بسیاری را بکشند و زخمی کنند. اگر این حمله صورت می‌گرفت به شویتسیا ضرری زیاده می‌رسید گفته می‌شود، ولی بازداشت شده ها این اتهام را رد کردند. یک جوان ایرانی برای پیشنهاد عروسی به دخترش در محضر آن بازداشت شد. در شبکه‌های اجتماعی ایران روز 8 مارس نوار از شهر غربی عرک پایتخت ولایت مرکزی پیدا شد که در آن جوان به این خانم عروسی پیشنهاد می‌کند. خانم و جوان با قبول پیشنهاد یکدیگر را آغوش میگیرند و ازدحام اطراف آنها با کفکوبی این عمل آنها را استقبال میگیرد. معاون رئیس پلیس ولایت مرکزی ایران گفت این جفت بازداشت شده است. بعداً محمود خلجی علاوه کرد که بعد پرداخت وثیقه پولی آنها شرطاً در آزادی می باشند. در جمهوری اسلامی ایران نمایش احساسی عاشقی در محضر عام جرم به حساب می رود. یک هواپیمای مسافربر اتیوپیا در راه به سوی نیروبی پایتخت کنیا سقوط کرد. در شرکت هواپیمای اتیوپیا گفتند که بوینگ 737 149 مسافر و 8 سرنشین داشت. در میان آنها 3 شهروند روسیه و 1 شهروند صربستان نیز بودند. خبرگزاری ریترز گفت که در نتیجه صدمه کسی زنده نمانده است. حادثه روز 10 مارس در نزدیکی شهر بیشافتو و پس از 6 دقیقه پرواز از پایتخت اتیوپیا شهر آدیس آبابا اتفاق افتاده است. قبلا سخنگوی شرکت هواپیمایی اتیوپیا گفته بود کارهای جستجویی و نجات آغاز شده است. علتهای سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست. نخست وزیر اتیوپیا به خانواده‌های قربانیان این هواپیما اظهار همدردی کرد. یک خبرنگار هلندی میگوید ملا عمر رهبر سابق طالبان که باور میرفت در پاکستان پنهان شده است نه در این کشور بلکه در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی در افغانستان زندگی میکرده است. بت دم که 5 سال خود را در افغانستان سپری کرده است در کتاب با نام زندگی مخفی ملا عمر نوشته است که او در ولایت زابل و تقریباً 5 یا 6 کیلومتر دورتر از یک پایگاه نظامی آمریکایی پنهان بوده است. بت دم میگوید که کتاب را بر اساس گفته‌ها با اعضای طالبان و از جمله یکی از محافظان خود ملا عمر نوشته است. ملا عمر که بعد سقوط طالبان در سال 2001 پنهان شد، سال 2013 بر اساس بیماری درگذشت.
حکومت امریکا برای اطلاع ارزشمند درباره او 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. به گفته خبرنگار، او در یک خانه در اتاق مخفی زندگی میکرد و سربازان امریکایی یک بار این خانه را جستجو کرده ولی او را نیافتند. کتاب زندگی مخفی ملا عمر ماه گذشته به زبان هلندی چاپ شد و قرار است ماه‌های آینده به زبان انگلیسی هم نشر شود. بیننده ارجمند، در پایان این برنامه همچنان نظر داشتیم به قربی اسعار در تاجیکستان. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی، امروز یک دلار به 9 سومانی و 43 درم و یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 67 درم برابر است. 1000 روبل روسی 143 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا نشر بعدی، خداحافظ.